این کیستین شیرین و زیبا آمده سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ای ما آمده عقبه گذشتم دیدی کج محسی شوم با پای نومی بیبی بیبی میگود یک زن گیره دادری جون زن ملکی پدر باشد و هم راحتی جون آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد آمدت گردم قد قامتت گردم آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد جان دختری قشلاقی عمری تو باشد باقی آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد اناری دانه عشقش به من دیوانه آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد آلو چگل میبندد بچه بگل میخندد آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیدلن سراینده سرودهای مردمی، استاد صنعت، هنرمند شایسته و هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان مرادبک نصرالدینوف 3 اکتبر سال 1951 در دهه مدرشکت ناحیه مسجح کوهی تولید گشته و سال 1957 همراه عائله‌اش به مسجح نو کوچ می‌بندد. سال 1968 مکتب رقم 4 ناحیه مذکور را ختم می‌کند و سال 1976 بعد ختم دانشگاه با اختصاص طبیعت شناس به آوازخوانی رو می‌آورد. اولین برنامه ایجادیش را سال 1989 در کاخ باربد به خاطر سزاوار گشتن به عنوان هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان برگزار کرده است. سال 1998 عنوان هنرمند مردمی را نیز صاحب گشته است و تا امروز زیاده از 100 سرودهای ایجاد کرده خود را داراست. در برابر این صاحب عائله و 4 فرزند است و 8 نبیره دارد. این کیستین شیرین و زیبا آمده سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ای ما آمده. درود به شما بینندگان عزیز. ما در ساحل بحر تاجیک در آسایشگاه نامدار بهارستان قرار داریم و تا جایی که ما میدانیم در این آسایشگاه بغیر از باشندگان ولایت سوخت مهمانان از دیگر ولایت ها از پایتخت کشور و حتی از خارج کشور به اینجا می آیند تا اینکه استراحت و طبابت گیرند. و چون ما اطلاع پیدا کردیم که در این آسایشگاه نامدار استاد هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان مرادبک نصرالدینوف برای استراحت و طبابت آمده است، ما خواستیم با او یک صحبت تصادفی داشته باشیم و الحال می رویم به اتاق شخصی او. خانه در او حیران شده اندیشه سرگردان شده 100 عقل و جان اندر پیش به دست و بی پا آمده 100 عقل و جان اندر پیش به دست و بی پا آمده. این کیستین شیرین و زیبا آمده سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ای ما آمده. این کیستین شیرین و زیبا آمده سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ای ما آمده. بینندگان عزیز، ما در آشیانه 4 بینای 3 آسایشگاه بهارستان قرار داریم و استاد مرادبک نصرالدین در حجره 421 قرار دارد و ببینید که آواز موسیقی بیرون میاد. فکر می‌کنم که استاد همین جا هستند.
السلام علیکم. شما نازمی؟ رحمت. ما استاد مرادبک نصیرین رو جستجو داریم. همینجا قرار داریم. همینجا هستن. ممکن است داره. سلامت باشه. السلام علیکم استاد. شما نازمی؟ عذر به لحظه ایجاد شما خبر هستن. سلامت باشه. نه خوش آمدید نور دیده. تینجمی. سلامت باشه. شما برای نوار آمدیم، برای مخلصان شما یک صحبت کرده باشیم، چون اطلاع پیدا کردیم که شما طول چند روز است در آسایشگاه بهارستان استراحت و تواف دارید و اینجا آمدیم. سلامت باشید. نور دیده. مرحمت. استاد ما از پس در گشت کردیم که شما پی زمزمه آوره بودید. شما در استراحتگاه هم پی ایجاد یگان سرود آوره هستید. سلامت باشید. ما کن هنرمندان به گوشه که سفر نکنیم همه وقت همراه ما یعنی که غزل‌های حافظ و مولوی و عبدالرحمن جامی و همین غزل‌ها همراه ما کجا که نرویم باید که ایجاد کنیم و همزمان تار شما هم همراه شما. سلامت تارم همراه ما هست، چون که در همه جا ما رو همچون هنرمند میشناسن، اعتراف میکنن و همه وقت انتظار هستن که ما برای ویا یگان چیزی نو میخونیم، طبع آنها را خوش میگردانیم. سلامت باشید. سرآغاز میخواهیم که همون سرودی که شما الحال زمزمه کاری ساده بودید برای بینندگان کمی از آن پارچه سر زمزمه کنید و پس از آن میرویم به یک هوای تازه‌ای که این آسایشگاه داره. سلامت باشید. همین سرود میخواهم که من با یک آهنگ نو سرایم، اینه که برای همین حالی تیار کرسادیم. حالی آماده نیست، تیار نیست. خب از آن که تا امروز تا چند روز آماده شده از آن کمی زمزمه کردید استاد. طبیبی دردی بی درمان کدام است، طبیبی دردی بی درمان کدام است، رفیقی راهی بی پایان کدام است، اگر عقل است پس دیوانگی چیست، وگر جان است پس جانان کدام است. آمد به مکران لب کفچه به کفاتش طلب، آمد به مکران لب کفچه به کفاتش طلب، تا خود که را سوزد عجب آن یاری تنها آمده، آن یاری تنها آمده. شاد آمدی جادو و استاد آمدی، شاد آمدی جادو و استاد آمدی. چون هدهدی پیغمبره از پیش انقا آمده، چون هدهدی پیغمبره از پیش انقا آمده. این کیستین شیرین و زیبا آمده، سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ما آمده. این کیستین شیرین و زیبا آمده، سرمست و نیلنگ در بغل در خانه ما آمده، در خانه ما آمده، در خانه ما آمده. صفای من سروری من تو باشی، امیدی راه دوری من تو باشی، حضور زندگانی یا به می دوست دمی که در حضور من تو باشی. بینندگان عزیز، اینک شما صحبتی ما را با هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد مرادبک نصیرالدینوف خواهید گوش کرد، تماشا کرد. از بس که هوای بیرون کمی خوب
بارانی بود، شمال بود. ما گفتیم استاد هوای تازه بریم، دیدیم که زیاد تازه بوده است. برای همین بینندگان عزیز ما به چایخانه آسایشگاه بهارستان آمدیم که اینجا کمتر امن‌تر است، از باران و شمال ایمن‌تر است و همینجا مساعدتر است برای صحبتی من و استاد. استاد بار دیگر برای شما تشکر که به این پیشنهاد ما را رد نکردید و خواستید با ما صحبت کنید. برای مخلصانتان از سرودهای جذابتان، از سرودهای نوتان یا از سرودهایی که داشتید همون به طریق زنده زمزمه کنید. تشکر برای شما استاد. دنیا غنیمت است، از من خبر بگیر. هر لحظه قیمت است، از من خبر بگیر. دنیا غنیمت است. این جامه خزان، این رنگ زعفران، پند و نصیحت است، از من خبر بگیر. پند و نصیحت است، از من خبر بگیر. دنیا غنیمت است. از من نظر نگیر، یاری دیگر مگیر. از من نظر نگیر، یاری دیگر مگیر. دنیا غنیمت است، از من خبر بگیر. دنیا غنیمت است، از من خبر بگیر. از من خبر بگیر. دنیا غنیمت است. سلامت باشید. اصلا صدای گرم و شیرین و نفسی خوش شما خسته نباشد. زنده باشید. من فکر کنم استاد شما طول 40 سال باز تقریبا 40 سال اینجانیم در شهر دوشنبه زندگی دارید و تاریخ این سرود از آن که از ساحه طبیعت شناسی مثلا به موسیقی رو آوردن شما و عموما در مجموع همه این با تاریخ همین سرود ربط دارد. به فکر من استاد همین خیلی است. بله، من دانشکده به نام کیروف ختم کردم سال 1976 و اولین ایجاد من همین سرود بود. دنیا غنیمت است، از من خبر بگیر. شعر از گلرخسار صفیه و به من راه خط دادن برای کار کردن در فیلارمونی دولتی تاجیکستان. استاد تیمورخان مقصودوف اون وقت رکتوری همین دانشگاه بودن. وقتی که من نزدشان آمدم گفتم که استاد من میخواهم که فیلارمون رفته کار کنم. اون کس گفتن که
پسرم از تو هنرمند خوب میبراید منم راضی گفتنو من به راه دادم برای که اون وقت برای بعدی ختم دانشکده باید که رفته در یگون ناحیه در کدام ناحیه که معلم نمیرسید در اونجا 2 سال کار میکردید بعد آمده بایدتون میگرفتید دیپلم و از بس که استاد میدونستن که من همه خیلی یک شوق و ذوقی به اندازه دارم نسبت صنعت اون کس من به کردم گذشت کردن گفتن که پسرم رفته شما فیلارمونی کار کنید دیگر من شما راضی هستم گفتن و راه دادن رفتیم فیلارمونی و من تا امروزه فیلارمونی کار میکنم. یعنی الحال هم شما در فیلارمونی کار کردید؟ در کدام وظیفه استاد؟ راهبری بدهی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام شریف جورایف. سلامت باشید. من اکنون میخوام درباره خود شما یک چیز پرسیده باشم. این هم طریق مجازی است سوال من. شما سال گذشته در شهر خوجند یک برنامه کنسرتی یک برنامه ایجادی کنسرتی دایر کردید با نام تیرماهی من بهارم را بده. خیلی است بله. اگر این مصرع استاد لایق را که به شما همچون یک نام برنامه کنسرتتون عنوان کردید اگر اصلی معنیداد کنیم یعنی تیرماه هم چی میشه تو بهارم رو می آوردید همین خیلی است اگر از جهت اصلی این از مجازی است برای اینکه ما در اینجا استاد لایق آن در نظر دارن که تیرماهی عمر یعنی که سین سالی آدم هم مثال 4 فصل همین سال بهار دارد و یعنی که تابستان دارد و تیرماه دارد از بس که ما سین سالی ما که از 60 گذشته است و ما در تیرماهی عمر قرار داریم یعنی منظورتون همین چیز بود؟ منظور همین چیز بود منم یعنی که استاد لایق هم همین چیزه یعنی که در غزل گفتگی هستن و جوانی دوباره نمی آید و ما در همین سین و سال همون جوانی را یاد میکنیم با همین کمبودی هاش با همین نارسایی هاش با همین موفقیت هاش با همین خوشی هاش یاد میکنیم و افسوس که خدای تعالی دیگر مثال عمر آدم یعنی که دیگر باز نمیگرداند به پس لیکن من فکر میکنم که امروز بهاری ما فرزندای ما نبیره های ما الهی بهارشان به خزان بود الهی فرزندای ما یعنی که دانش خوب گیرن با عقل و با تمیز با وای رسن یعنی که جوانی رو خوب گذرانن چون که در همین سین سال ما میگیم که ما در جوانی چی کمبودی ها کردیم در جوانی چی نارسایی ها یعنی که ما از طرفی ما سر زد یعنی که و اون کمبودی هایی که مثال ما کردیم ما به فرزندان ما نصیحت میکنیم که بچه ها ما که ما در جوانی ما به همین خیلی کمبودی راه دادیم شما همین راه ندید یعنی که بهاری عمر باید بسیار خوب گذراندن در کار که در تیرماهی عمر آدم پشیمان نشود. سلامت باشید. مولوی هم میگوید که نیمی عمرت در پریشانی رود نیمی عمرت در پشیمانی رود و خود استاد لایق هم میگویند که بیا ای دوست قدری هم بدانیم که حالا نوقد و شوخ و جوانی چون نهال گل نباشد که آن را هر بهار از نو شنانیم. بله برای چقدر که شما گفتید دوستان یک بار میآید و آن را غنیمت شمارید. منظور همین سرودان همین بود یعنی که الحال میخواد که همین سرودان برای بینندگان کمی زمزمه کنید نه شما استاد؟ بچشم تیرماهی من بهارم را بیده
موسیمی avcı برارم را بیده در قراری تو دلم ترکیدنیست در قراری تو دلم ترکیدنیست زندگی به قرارم را بیده تیر ماهی من تیر ماهی من التجا میکنیم ده بهارم را بیده غمگسارانم به غم پیچیدم آن غمی به غمگسارم را بیده تو خزان میریزی اکنون بر سرم آن سری مستی خمارم را بیده تیر ماهی من تیر ماهی من بهارم را بیده تیر ماهی عمر من داد از تو داد داد از تو داد نوبهاری روزگارم را بیده نوبهاری روزگارم را بیده تیر ماهی من تیر ماهی من بهارم را بیده به خبرمو می رود لحظه بهترینمان یادی اصل بری نمان صحبتی شکری نمان در کفی ماست این زمان ذره به ذره لیک نیست در کفی ماست این زمان ذره به ذره لیک نیست مرحله زری نمان دوره گوهری نمان مرحله
هلهی زری نما دوره گوهری نما معرفتی خیال ها قصه وصل می کند آه بگو در این میان کیست دیگر قرینمان آه بگو در این میان کیست دیگر قرینمان سلام باشید. صدای شما بسیار خوش است، بلند است، زیباست استاد. همین بلندی اوج همیشه در شما باشد. اگر تیرماه شما بهار شما را دید، شما باز چیکار میکردید استاد؟ من بازم صنعتکار میشدم. بازم یعنی برای خلق خدمت میکردم. لیکن البته این یک چیزی یا که نمیشدنی است. یکی صنعتکار بودن برای خلق خدمت کردن، از این من حس میکنم که یک وظیفه بلندتر نباشد. یک ضرب المثل است در روزگار ما شدم که اگر و مگر اگر یک کنیم کاش که به وجود نیاید. کاش که من استاد اصلا شما را همچون سراینده سرودهای خلقی فولکلوری میشناسم. همین سرچشمه همین سرودها از کجاست استاد؟ مثلا انا چی کار کردی، من چی کار کردی، یا مثلا اون چیزایی که شما زیادتر میخوانید میسراید، اصلا همین روبایت زرافشانی من چیزای دیگر. اصلا همین این چیزا سرچشمه میگیرد از گهواره. اصلا چون که در گهواره کدام یعنی که آهنگ و کدام ناله و کدام تابش های موسیقی که به گوش شما میرسد، همین در آینده مثال برای شما یا که کار میتید. ما که زادگاه ما کوهستانی مسجو بود، از اونجا ما بعد مهاجر شدیم به ناحیه مسجوی نو. یعنی که در همه روزهای خرسندی و در توی معرکه ها مردم همین چیزهای مردمی میخواندن. برای همینم همین چیزها برای من یک سرچشمه ایجاد شد که اولین بار من سال 1989 وقتی که در کاخ باربد برنامه ایجادی بود برای اینکه به مناسبت یعنی که هنرمندی شایسته سزاوار شدن به این عنوان یک شب ایجادی برگزار کردیم. و در همینجا من همون چیزای خلقی روبایت مچور، روبایت زرافشان اومد، روبایت چیزای آهنگای خلقی مچور رو سر کردم خواندن و یک فلکی گویا که مسجوهی گویا که در جای ما ها یختی تمام میشد، همین به ضرب در آوردیم. گویا که یک آهنگی نو در اینجا ایجاد کردم که این آهنگ من به ترس و همان گفته میتونم که آهنگی من بود، یعنی که وای با ضرب خواندنی همون روبایت های مسجو، یعنی که تا همون وقته یگون کس در مسجو با ضرب فرض کردیم که دایره همین چیزها رو خواندگی نبود و همین چیز من ایجاد کردم. و پس از این چیز یک آهنگی گویا که
خلقی وادی زرافشان گرفت لیکن اصلا این آهنگ من است. من صاحب این آهنگ هستم. یعنی قابل جانم خواند، سریا قاسمی برام خواندن، عبدالله سلطانов هم خواند، افضل شاه هم خواند، خیلی همه صنعتکاران خواندن. بسیار یک مقبولی خلق شد. پس از این و بعد دیگر آهنگ ها، من مثال رومالی سرت، جوره گل جیگدونی، گردم من از اتابتون، انا چی کار کردی و غیره ها، همین چی میگه از همین آهنگ یعنی که باید گرفتن منشه گرفت. باشه. همین میخواستیم از سرودی انا چی کار کردی رو برای بینندگان کمی زمزمه کردید استاد، یا گردم من از اتابتون یکون چیزی دیگر که از سرودهای خلقی و ایجاد خودتان باشه استاد. گردم من از اتابتون، نازای به حسابتون، چشمای مستی خوابتون، قاشای اسم بابتون. گردم من از سری شما، من میمرم بری شما. ای کاش که مدد کند، یک لطف مرحمت کند. الله اکبری منو، الله اکبری شما. الله اکبری منو، الله اکبری شما. اسم زدی ببرو، سرمه به چشمی جادو. اسم زدی ببرو، سرمه به چشمی جادو. دلم به دامت افتاد از حلقه های گیسو. دلم به دامت افتاد از حلقه های گیسو. انا چی کار کردی، انا چی کار کردی، من شکار کردی. باری غمت به جانم یک بار کردی. باری غمت به جانم یک بار کردی. انا چی کار کردی، انا چی کار کردی. بزلفکا زدی گل، جمالکا بکا کل. بزلفکا زدی گل، جمالکا بکا کل. ز سینم فرو ریخت سوزی هزار بلبل. ز سینم فرو ریخت سوزی هزار بلبل. انا چی کار کردی، انا چی کار کردی، من شکار کردی. باری غمت به جانم یک بار کردی. باری غمت به جانم یک بار کردی. انا چی کار کردی، انا چی کار کردی. ما شما ناراحت نکردیم که؟ نه سلامت باشید. من به این هوای بارانی برآمدم، یک سرود شما به خاطرم آمد. میزند باران به شیشه، تورا ریخته ریخته. سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. این سرود شما هم زیاد معروفیت پیدا کرده است و من یک گفتگوی تلویزیونی شما رو دیده بودم که یک مخلص شما در ایران درباره این سرود در هواپیما صحبت کرده است با شما. تولید این سرود چگونه بود استاد؟ شما الهام از باران گرفتید یا چه خیل بود؟ این استاد لایق وقتی که اولین غزل هاشون ایجاد میکردن، اولین خوانندش من بودم. ما با استاد لایق بسیار نزدیک بودیم، دوستی نزدیک داشتیم و هر یک آهنگی من وقتی که ایجاد میکردم با غزل های استاد لایق، اولین شنونده استاد لایق بودن. یعنی که اول از امتحان استاد میگذاشتم، اگر اون کس میگفتن که میشد من میخوندم. و همین آهنگ وقتی که ایجاد کردم بسیار استاد معقول شد. معقول شد. بعد این سرود وقتی که
در از طریق تلویزیون صدا داد، بعد در معرکه ها میخوندیم. چخیل که به تمامی همون مردم معقول بود و حتی وقتی که در کوچه هم بعضی همین خیلی در وقتی گذاشتن بعضی مخلص ها میدیدن میگه او میزند بارون بشه گفته من میکردن اشاره هم میکردن تا حاضر وای میکنم طلب میکنم میخونیم چیزی آهنگ خوب هیچ وقت نمیشه. سلام بشه. ما اطلاع پیدا کردیم که استاد شما در دهه مدرشکتی ناحیه مسجد یک قصر بنا کردید. این تا چند اساس دارد استاد؟ البته قصر نه، برای اینکه امروز وقتی ما دیگر قصرها رو میبینیم انشاءات هایی که مثال مردم بنا کردن و ساختن، این قصر ما در نزد اون قصرها قصر چم نیست، یک خانه چی میگد خاکسارانه است و این سال 1990 ما به 1990 یعنی که 20 سال 23 سال پیش همراه استاد ظفر ناظمی وقتی که ما سفر داشتیم در مچای کنه، اون کس یک من به ناموس در آورده گفتن که مراد بیگ تو در همین زادگاه تو اگر یعنی که یک خانه نسازی تو مرد نیستی بودن. استاد ظفر ناظمی گپاشون همه خیلی بسیار یک وای بوده، گپایی همه خیلی یگلخ میگفتن، یعنی که با جسارت میگفتن که یعنی که آدم به ناموس می آوردن. گفتم استاد مایلش اگر مردگی همین باشد من میسازم گفتم. و از همون سال ما سعی کردیم تا حاضر با آخر نرسوندیم. خدا خواهد وی بود میکنیم برای اینکه هر کس باید که در دیارش یک چیزی خوب بنا کند. اصلا برای هنرمند فضای مثلا فضایی که آن زندگی میکند برای پیشبردی خوبی فعالیتش چگونه شرایط باید باشد استاد؟ مثلا برای اینکه شهرتمند شود یا تو به هدفی که در پیش گذاشته است چگونه شرایط باشد در همون محیطی که او زندگی میکند در آن کشوری که او قرار دارد؟ اول باید که و شرایط اکنون ما اگر شرایط گوییم من وقتی که مثال شفق و حوثی حافظی پیدا کردم در خانه ما روباب نبود. من به یک آدم دیگر یک آدم همسایه ما بود و آدم سید و احمد میگفتن خدا رحمت کند، همه آدم من به یک روباب دادن. اگر درباره شرایط گپ رود روباب دادن من همون روباب خطی مینواختم و سرود میخوندم و وقتی وای آدم من روباب داد برای من یک گویا که دنیا داد. در خانه من روباب بود و سینساتور بود، تور بود، گچک بود، دوتور بود، همین چی بود. نکی فرزندان من هنرمند نشدن. من میگم که برای هنرمند شرایط در کار نیست، اگر خدا داده باشد وای یعنی که هم قوی حافظش هم آواز داشته باشد، عموما استعداد داشته باشد، برای وای شرایط رول بازی نمیکنه. استاد اگر شما در خاطر داشته باشید ما همراه در یک برنامه کنسرتی آوازخوان ایرانی مقیم امریکا موین یعنی شناس شده و هم صحبت شده بودیم. یعنی شما اونجا همراه عائلتون بود. من در خاطر ندارم. منظور سوال من این است، منظور این گفتگوی من این است که شما یعنی با برنامه‌های کنسرتی هنرمندان دیگر هم میروید، مثلا چیپته خرید شخصا میروید، خدا اگر کای دعوت کنند و همه خیلی خواهش کنند بعد سانی میروید؟ مثال اگر گویند که برنامه کنسرتی یگون آوازخوانی معروفی فرض کنیم که و من پسندیده است، من حتما بلیط خریده من نگاه نمیکنم که اونا منو تکلیف میکنن یا نه. وای هنرمند به من معقول باشد، آوازخوانی به طبع دل من باشد، وای بلیط چند پول که باشد من دسترس کردم میرم تماشا میکنم، حلاوت میبرم. مثال کنسرت شجریان بود، من شجریان آمده بود؟ نه موین، موین من بلیط خرید رفتم. شجریان یعنی کنسرت شجریان بود، من بلیط گرفته رفتم تماشا کردم. یک کیفیت بردم، کیفیت بسیار بردم. و شجریان بسیار استادی هنر، استادی
هنری اصیل است. تماشا کردم. من خیلی برای هنرمندی اصیل اینکه مبلغش نگاه نمیکنم. با دعوتش هم نگاه نمیکنم. منظور سوالی من همین بود که مثلا شما یعنی تا چند اندازه احترام میکنید به دیگر هنرمندان اصیل. بله. که مثلا برای خودتون وقت جدا میکنید، مثلا اگر استاد جلوی مرودوف یک برنامه کنسرت گذارن حتما میروید. البته چرا نه، کنسرت استاد ما تشکیل کنیم به نزدیکی در فیلارمونی دولتی تاجیکستان بسیار عجایب گذشت. کنسرت و درجه عالی گذشت. تماشا کردیم. خودم اشتراکچی همین کنسرت بودم و در همین کنسرت یک سرود هم خواندم. چون بس استادن ما. سالی گذشته در همون اطراف در داخل سرودهایتان یک سرود جدیدی، یک شعر جدیدی معلم فرزانه با نام در چیله‌خانه دل شما سراده بودید. یعنی چگونه به وقوع اومد، مثلا چگونه اتفاق افتاد که شما همین شعر آهنگ بسید و سرایید؟ چون که شعر نام است، چگونه با خبر شدید؟ مثلا همکاری دارید یا؟ استاد فرزانه بسیار یک نابغه عصری ما هستند. این کس یک استادی نظمی ما هستند. این کس یک شاعری بسیار با احترام ملتی ما هستند. ما افتخار میکنیم با استاد فرزانه. وقتی که من شعر انگلیسی گرفتم خوندم، وقتی که همون شعر معقول میشد، من به اختیار همون فکر همون خیلی نظر من بکی وقتی که شعر معقول میشد همون آهنگش تیز ایجاد میشه. بله. این کیست، این کیست، این کیست، این کیست، این کیست، این نشسته در چیله‌خانه دل، در چیله‌خانه دل هست آن یگانه دل، در چیله‌خانه دل هست آن یگانه دل، هست آن یگانه دل کی تن دهد به مردن، بر ذلتی فسردن، تنها توی تو عذر بهانه دل، تنها توی تو عذر بهانه دل، عذر بهانه دل. این کیست، این کیست؟ بینندگان عزیز، شما صحبتی ما را با استاد هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان مرادبک نصرالدینوف تماشا کرده ایستادید. ما میگیم که این کیست، این کیست، این شیرین و زیبا آمده، سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده. چون شما به شهر خوجند آمدید، به نزدیکی ما آمدید استاد، ما همین فرصت دریافت کردیم و خواهش کردیم با شما صحبت کنیم. من میخواستم در آخر یک تمنیات زیبای شما بشه به بینندگان. آرزو میکنم که همین مخلصای ما صحت سلامت باشند، همه وقت در خانهشان سرود باشد، موسیقی باشد، آسمان تاجیکستانی ما صاف باشد و همون نقشه هایی که رهبر دولتی ما، رهبر کشوری ما یعنی در پیش گذاشته است، همون نقشه ها جامعه عملی پوشد و مردم ما در بین دیگر ملت ها سربلند و آسوده باشند و سلامت باشند. احسان برای شما. چون شما استاد هنرمند دو عصر هستید، هم عصر 20 هم عصر 21، انشاءالله که چند عصرهای دیگر بازم میمونید. من از همین جهت از نام کل مخلصانتان برای شما گفتن هستم که بخوان ای آوازخوان که صدایت در صبح فردا، در شب دیروز، در زمان جاری است. بخوان ای آوازخوان که صدایت سفر است از عشق تا ماندن، از بیقراری تا رسیدن. بخوان ای آوازخوان که صدایت
تولد پایدار زندگی است. سلامت در باشید. عصری که دوست داشتن نایابترین ارزانی خداست و سلامت تو باشید. بازمانده عصر آغاز عشق. ای آوازخوان سلامت بخوان باشید. بخوان. سلامت سلامت باشید. باشید. سلامت همیشه زدای شما خسته نباشید، زنده باشید. باشید. و وقتی ما مخلصان، به وقتی ما جوانان همیشه سلامت بازم آورنده نوگانی های عجیب باشید. سلامت باشید. برای شما یک جان تشکر. سلامت باشید. بینندگان عزیز، تا برنامه دیگری صحبت تصادفی ما در امان باشید. رومالی سرت جوره گلی جگدونی دربنده کبیم در تیپی پیشونی رومالی سرت جوره گلی جگدونی دربنده کبیم در تیپی پیشونی جمعی بادم چطورا زبی دستا من خاکی رهی که تو قدم میمونی این جمعی بادم چطورا زبی دستا من خاکی رهی که تو قدم میمونی آها چی جولون میکنی آستینه گردون میکنی